سال 2024 حجم مجموعی محصولات داخلی کشور به بیش از 150 میلیارد سامانی و سرعت رشد واقعی آن به 8.4% رسانیده شد. قابل ذکر است که در 5 سال اخیر سرعت رشد اقتصاد ملی به حساب میانه 7.7% را تشکیل داد. جهت رشد اقتصادی و اجتماعی کشور و عملی سازی لایحه‌های افزایش‌یابی سرمایه‌گذاری دولتی، اینچنین تطبیق نقشه و برنامه‌های ملی، ساحوی و محلی در 5 سال اخیر از حساب بودجه دولت و سرمایه داخلی و خارجی زیاده از 197 میلیارد سامانی روانه کرده شد. در 3 سال اخیر در مملکت بیش از 1,500 انشاءات ساحه معارف، یعنی مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی، 660 انشاءات ساحه تندرستی، 480 انشاءات ورزش، 175 انشاءات فرهنگ و فراغت و هزارها انشاءات دیگری استحصالی و اجتماعی بنیاد و به استفاده داده شدند. در نتیجه عملی سازی تدبیرهای مشخص، درآمد پولی اهالی از 48 میلیارد سامانی سال 2019 و 147 میلیارد سامانی در سال 2024 رسید. خاطر نشان می‌نمایم که در 5 سال اخیر معاش وظیفوی کارمندان ساحه‌های بودجتی 4 مراتبه سالهای 2020، 22، 23، 24 و در مجموع به اندازه 100% زیاد کرده شد. در سال 2025 دایر به مسائل پیشگیری کردن تاثیر خفای احتمالی به اقتصاد ملی، تشکل اقتصاد سبز، رقمی کنانی خدمت رسانی‌های دولتی و استفاده وسیع حساب برابر کنی‌های غیر نقدی تدبیرهای مشخص اندیشیده شد. همچنین اداره کنی ثمرناک اقدارهای موجوده، تشکیل کارخانه‌های استحصالی و تأسیس دادن جایهای کاری نو، بلند برداشتن رقابتناکی محصولات وطنی و تقویت اقتدار صادراتی مملکت تامین کرده شد. وزارت رشد اقتصاد و سودا در همکاری با دیگر وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی با در نظر داشتی عملی سازی هدف‌های پیش‌بینی گردیده تا آخر سال 2025 لایحه برنامه میانه مهلت رشد برای سالهای 2026 و 2030 را تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد نمود. تشکل دادن معرفت مالیوی شهروندان و بلند برداشتن فرهنگ اندازپاری همچون یکی از عامل‌های اساسی تطبیق ثمرناک سیاست انداز و بودجه، از جمله در مسئله گزارش و نظام پرداخت‌های غیر نقدی برای نائل گردیدن به استواری مالیوی دولت و رشد اقتصادی نقش مهم دارد. با حکومت مملکت و وزارت اداره‌های داخل‌دار سپارش داده می شود که دایر به بلند برداشتن سطح معرفت مالیوی
و فرهنگ اندازپاری شهروندان چاره‌های سودمند را عملی سازند. همچنین وزارت مالیه، بانک ملی، کمیته انداز، خدمات گمرک، агентии инновация ва технологияҳои рақамӣ якҷо бо дигар вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вазифа доранд, ки ҳалли масъалаҳои вусъат додани истифодаи технологияҳои муосири рақамиро ҳар чӣ зудтар таъмин намоянд. با مقصد قانع گردانیدن طلبات افزاینده اقتصاد ملی و اهالی در 5 سال اخیر از جانب نظام بانکی کشور بیش از 80 میلیارد سومانی قرض داده شده است. جهت ادامه دادن این روند به بانک ملی و تشکیلات قرضی سپارش داده می شود که حجم پیشنهاد قرض به اقتصادیات را همه ساله زیاد نمایند. نشان دهنده مذکور تا آخر سال 2027 باید به بیش از 100 میلیارد سومانی رسانیده شود. بانک ملی و تشکیلات قرضی برای باز هم بلند برداشتن اعتماد اهالی به نظام بانکی، جلب بیشتر پسندازهای شخصان واقعی و حقوقی و وسعت بخشیدن فعالیت نظام رقمی خدمت‌رسانی‌های بانکی و مالیوی باید شوره‌جویی نماید. همزمان باید جهت تأسیس دادن فیلیال‌های بانک‌های تجارتی و دیگر تشکیلات‌های قرضی، زیاد کردن پیشنهاد قرض‌ها با فائز نسبتاً پست و تأمین نمودن دسترسی به خدمت‌رسانی‌های با صفت بانکی بخصوص در ناحیه‌های دوردست مملکت تدبیرهای مشخص اندیشید. جهت وسعت بخشیدن به روندهای اینواتسیونی و استفاده همه‌جانبه امکانیت‌های تکنولوژی‌های رقمی در اقتصادیات پیشنهاد می‌نمایم که سالهای 2025 2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینواتسیا اعلام کرده شوند. در نظام تعلیمی مؤسسه‌های تمام زینه‌های تحصیلات کسبی رویه آماده کردن برنامه‌سازان و دیگر اختصاص‌های ضروری برای رشد اقتصادی رقمی و برنامه‌سازی جاری کرده شود. در این روند مهیا کردن شرایط بهترین برای تربیت کادرها، پیشنهاد نمودن امتیازهای گوناگون، هوسمندگردانی متخصصان سمت تکنولوژی‌های اطلاعاتی و بازآموزی در مؤسسه‌های پیشقدمی خارجی ضرور دانسته می شوند. در رابطه با این پیشنهاد می گردد که در زمینه دانشکده تکنولوژیا و منیجمنت اینواتسیونی شهر کلاب دانشگاه اینواتسیا و تکنولوژی‌های رقمی تأسیس داده شود. خاطر نشان می‌نمایم که در 5 سال اخیر معاش وظیفوی کارمندان ساحه‌های بودجتی 4 مراتبه سالهای 2020 22 23 24 و در مجموع به اندازه 100% زیاد کرده شد. در نتیجه عملی سازی تدبیرهای مشخص درآمد پولی اهالی از 48 میلیارد سومانی سال 2019 به 147 میلیارد سومانی در سال 2024 رسید. یعنی نشان دهنده مذکور 3 برابر زیاد گردیده، مزد میانه مهنت بیش از 1.8 برابر
و اندازه میانه نفقه 1.5 برابر افزایش یافت. در 3 سال اخیر در مملکت بیش از 1,500 انشاءات ساحه معارف، یعنی مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی، 660 انشاءات ساحه تندرستی، 480 انشاءات ورزش، 175 انشاءات فرهنگ و فراغت و هزارها انشاءات دیگری استحصالی و اجتماعی بنیاد و به استفاده داده شدند. برای اجرای نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی از حساب صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه و ساکنان باننگ ناموس کشور در 3 سال اخیر بیش از 20 میلیارد سامانه خراجات کرده شد. جهت رشد اقتصادی و اجتماعی کشور و عملی سازی لایحه‌های افزایش‌یابی سرمایه‌گذاری دولتی، اینچنین تطبیق نقشه و برنامه‌های ملی، ساحوی و محلی در 5 سال اخیر از حساب بودجه دولت و سرمایه داخلی و خارجی زیاده از 197 میلیارد سامانه روانه کرده شد. در 5 سال اخیر سرعت رشد اقتصاد ملی به حساب میانه 7.7% را تشکیل داد. سال 2024 حجم مجموعی محصولات داخلی کشور به بیش از 150 میلیارد سامانه و سرعت رشد واقعی آن به 8.4% رسانیده شد. مردم ما مثل خلق‌های دیگر ممالک متمدن حقوق معنوی زندگی شایسته را دارند. این است ما را ضرور است که در زمینه عملی سازی هدفهای ملی امان پیش از همه امنیت ملی و رشد استوار اقتصادی را تامین نماییم و سطح و صفت زندگی مردم را باز هم بلند برداریم. ناآرامی و نزاع‌ها در منطقه‌های گوناگون عالم، شدت گرفتن مخالفت‌های سیاسی و تحریم‌ها میان کشورهای ابرقدرت، مسلح شوی با شتاب، جنگ سرد، تغییریابی اقلیم، اینچنین کنده شدن زنجیره‌های تحویل مال و محصولات و دیگر عامل‌های بیرونی ما را وادار می‌سازد که برای پیشگیری کردن تأثیر منفی آنها با اقتصادیات کشور تدبیرهای سریع وقتی اندیشیم. ما از جوانان کشور امید بزرگ داریم. تشبس‌های سازنده‌شان را منبع نیز همه جانبه دستگیری می‌کنیم و از فعالیت آنها به خاطر رشد و تحکیم دولتداری ملی امان همیشه قدردانی می‌نماییم. تدبیرهای عملی نموده حکومت مملکت با منتظم افزایش یافتن استحصال محصولات در ساحه کشاورزی و بهتر تامین گردیدن
طلبات استعمالی و صنعتی کشور مساعدت کرده ایستاده‌اند. نشان دهنده حجم استحصال محصولات کشاورزی از 39 میلیارد سامانه سال 2019 به 73 میلیارد سامانه در سال 2024 رسیده است. یعنی در 5 سال 1.9 برابر، قریب 2 برابر افزوده است. ما را ضرور است که با در نظر داشتیم وضع جهان امروزه، تغییرآبی اقلیم، خصوصاً کم‌آبی و خشکسالی‌های پیهم در بسیار کشورهای دنیا، بالاروی نرخ مواد غذایی در جهان و تأثیر منفی عامل‌های ذکر شده و بازار استعمالی تمام امکانیت‌ها را برای رشد ساحه کشاورزی سفرور سازیم. جهت ثمرناک استفاده بردن هر یک وجب زمین، بهتر گردانیدن وضع ساحه تخم پروری، نیال پروری، ذات پروری و تامین نبودن رشد اینواسیونی ساحه باید چاره‌های سریع عملی کرده شود. همزمان باید با در نظر داشت امکانیت‌های موجوده، مسائل کارکرد محصولات کشاورزی و در این زمینه تامین نمودن رشد صنعت سبک و خوراکواری، تشکیل جاهای نوی کاری، همچنین نگهداری و افزایش دادن صادرات آن به خارج کشور حل و فصل کرده شود. تطبیق اصلاحات در سمت سنجش سوبیکت‌های خواجگیدار امکان داد که تا امروز شماره مقامات سنجش از 31 تا به 23 و سنجش فعالیت سوبیکت‌های خواجگیدار از 300,000 سال 2016 تا 42,000 در سال 2024 کم کرده. با مقصد دستگیری میوه رشد صاحبکاری ضرور است که طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره سنجش فعالیت سوبیکت‌های خواجگیدار برای تکمیل دادن معیارهای عمل کننده ارزیابی خفا شماره سنجش‌ها و دوریت گذرانیدن آنها با استثنای خفای انداز باز هم محدود کرده شود. پیشنهاد می‌نمایم که در دوره تکمیل سندهای معیاری حقوقی ذکر شده با مقصد دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری، فراهم آوردن فضای مساعد برای جلب سرمایه و تأسیس جایهای کاری با همان نمود سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری با استثنای سنجش‌های مقامات انداز تا 1 ژانویه سال 2027 مراتور اعلام کرده شود. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی در همکاری با وزارت و اداره‌های ساحوی با ذکر معلومات مشخص و دقیق عاید به ذخیره و امکانیت‌های موجوده، ساحه‌های افضلیت‌ناک و سمت‌های اساسی بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری کشور در مهلت 3 ماه استراتژی جلب سرمایه را برای دوره تا سال 2040 تهیه نمایند. وزارت مالیه، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و کمیته انداز وظیفه‌دار کرده می‌شوند که عاید به تکمیل دادن مکانیزم تطبیق امتیاز انداز از فایده برای کارخانه‌هایی که فعالیت استحصالی نو را برآمدند در مهلت 2 ماه سندهای دخلدار را تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد نمایند. قابل ذکر است که در نتیجه دستگیری‌های پیوسته دولت و حکومت مملکت سالهای آخر از جانب صاحبکاران و سرمایه‌گذاران بنیاد انشاءات تعیینات اقتصادی و اجتماعی وسعت یافته ایستاده است. حکومت مملکت رشد ساحه سیاحی را سمت
افضلیتناک سیاست اقتصادی خود می شمارد. شماره سیاحانی که سال 2024 به تاجیکستان آمدند به 1,400,000 نفر رسیده، نسبت به سال 2019 12% افزوده است. ولی نشاندهنده مذکور با امکانیت‌های تاریخی و طبیعی، کوهنوردی، فرهنگی و طبابتی و استراحتی کشور موافق نیست. در برابر جلب سیاحان خارجی به رشد سیاحی داخلی نیز باید توجه جدی ظاهر کرده شود. کمیته رشد سیاحی یکجا با وزارت و اداره‌های مربوطه و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی باید جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد سیاحی، خصوصاً بنیاد انفراستراکچور ضروری، تدبیرهای الهه گردش. در 3 سال اخیر در مملکت بیش از 1,500 انشاءات ساحه معارف، یعنی مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی، 660 انشاءات ساحه تندرستی، 480 انشاءات ورزش، 175 انشاءات فرهنگ و فراغت و هزارها انشاءات دیگری استحصالی و اجتماعی بنیاد و به استفاده داده شدند. برای اجرای نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری و استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی از حساب صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه و ساکنان باننگ ناموس کشور، در 3 سال اخیر بیش از 20 میلیارد سامانه خراجات کرده شد. جهت رشد اقتصادی و اجتماعی کشور و عملی سازی لایحه‌های افضلیتناک سرمایه‌گذاری دولتی، اینچنین تطبیق نقشه و برنامه‌های ملی، ساحوی و محلی در 5 سال اخیر از حساب بودجه دولت و سرمایه داخلی و خارجی زیاده از 197 میلیارد سامانی روانه کرده شد. در 5 سال اخیر سرعت رشد اقتصاد ملی به حساب میانه 7.7% را تشکیل داد. سال 2024 حجم مجموعی محصولات داخلی کشور به بیش از 150 میلیارد سامانی و سرعت رشد واقعی آن به 8.4% رسانیده شد. مردم ما مثل خلق‌های دیگر ممالک متمدن حقوق معنوی زندگی شایسته را دارند. این است هدف عالی سیاست دولت و حکومت تاجیکستان. ما را ضرور است که در زمینه عملی سازی هدفهای ملی امان پیش از همه امنیت ملی و رشد استوار اقتصادی را تامین نماییم و سطح و صفت زندگی مردم را باز هم بلند برداریم. ناآرامی و نزاع‌ها در منطقه‌های گوناگون عالم، شدت گرفتن مخالفت‌های سیاسی و تحریم‌ها میان کشورهای ابرقدرت، مصالحه شوی با شتاب
جنگ سرد، تغییر آبی اقلیم، اینچنین کنده شدن زنجیره‌های تحویل مال و محصولات و دیگر عامل‌های بیرونی ما را وادار می‌سازد که برای پیشگیری کردن تأثیر منفی آنها و اقتصادیات کشور تدبیرهای سریع وقتی اندیشیم. باور دارم که جوانان وطن دوست ما منبع نیز با علم و دانش‌های زمانوی، کسب و هنرهای معاصر و سعی و تلاش نوجوانان خود برای رشد علم و اینواسیون و باز هم تحکیم یافتن نفوذ کشورمان در عرصه بین المللی سهمی ارزشمند می‌گذارند.